президент توجیکستان امامعلی رحمان روز 4 ایون سال 2024 با امضای قرارهای حکومت کریمزاده عبدالرحمان رحیمی را بنا به وفاتش از وظیفه معاون رئیس کمیته معماری و ساختمان حکومت جمهوری آزاد کرد. عبدالرحمان کریمزاده در پایان ماه می بر اثر بیماری در سن 55 در بیمارستان هندوستان درگذشت. پرزیدنت امامعلی رحمان روز 4 ایون همچنین با فرمانش علیمزاده حنیفه اکبر را با دلیل بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سوده را پست میزند از وظیفه دادرس دادگاه شهر کولوب ولایت ختلان آزاد کرد. حنیفه علیمزاده که قبلا در مقام معاون رئیس دادگاه شهر بختر کار میکرد، سال 2022 به دلیل هنوز نورافشن به وظیفه خیلی پستر دادرس عادی در دادگاه شهر کولوب تعیین شده بود. او در وقتش قاضی پرونده ادوکات سید نورالدین شمس‌الدینوف بود. شمس‌الدینوف را در پایان سال 2020 به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد، ولی او حکمش را انتقام مقامات برای آشکار کردن حالت‌های زیاد کروپسیونی نامید و حنیفه علیمزاده را در بی‌عدالتی عیبدار میکرد. درباره به چه کردار راه دادن حنیفه علیمزاده یگان معلومات داده نشده است، ولی در فرمانهای پرزیدنت در مورد برکناری دادرس‌ها تعبیر بنا بر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سوده را پست میزند در حالت به کار برده می شود که اگر آن دادرس یا سودیا با یگان جنایت کروپسیونی اساساً برای گرفتن پوره به دست افتاده باشد، دادرسی که با چنین دلیل آبرو ریزنده برکنار می شود، دیگر حق کار کردن در نظام دادگاهی را کاملا از دست می دهد. تازه ماه فوریه سال روان امامعلی رحمان با چنین تعبیر دو دادرس عبدالرحمنزاده بختیار از وظیفه رئیس سود نویه 5 و مجیدزاده فردوس از وظیفه سودی سود شهر لیوکند برکنار کرده بود. اگنچه مبارزه با کروپسیا بعداً خبر داد که عبدالرحمنزاده در چندین مورد از کار افتادگان برای سبکتر کردن جزاهای سودشوندگان یا به منفعت یگان طرف حل کردن بحث‌های دادگاهی در مجموع به مبلغ 128800 سومونی پوره گرفته است. دادگاه‌های تاجیکستان از نهادهای از همه فساد زده در این کشور به شمار می‌روند. کار افتادگان میگویند بدون دادن پوره حل کردن یگان مشکل در دادگاه‌های تاجیکستان به یک امر تقریبا ناممکن تبدیل یافته است.